رفت. What's up guys؟ سلام، من آقای شاکریپر هستم. مطمئنم میدونید که من کسی هستم کسی هم که از قیافم که خودتونم میدونید که شاکریپر دیگه خودش همون کریپر است دیگه. و اومدم بهتون یه چیزی توضیح بدم. ببینید مردم، من یه چیزی رو به شما میگم و بعد بدیم ادامه ویدیو همون. خب اول این چیز این هستش که من از نظر من که شما منو باید فالو کنید، چون هم ویدیوهای آموزشی و هم ویدیوهای آموزشی و ویدیوهای سرگرمی و توضیحات در مورد ماینکرافت و سازهاش که شما اگر منو فالو نکنید این چیزی قشنگ رو از دست میدید. ای وای اسکریم این نبود که خب بچه تا متاسفانه این دفعه ما مجبوریم که از این اسکیر سربازه استفاده کنیم. متاسفانه دلیلش اینه که من یه دقیقه مشکلات فنی واسم پیش اومدش و و دیگه ما ادامه کارم میخوایم بهتون بگیم. دیگه کارمونم تا اینجا، دیگه ادامه کارمونم میخوایم بدیم دیگه، ما نمیدونیم دیگه. خب بس بهتون یه توضیحاتی میدم و بعد دیگه کارمون رو به پایان میرسانیم. بس دیگه هیچ دیگه من دیگه فالو کنید و بیاید بر کنار من و با هم بتونیم کلی ماینکرافت خفن بزنیم. ماینکرافت ما هم تازه بچه شما خبر ندارید مدل جدید ماینکرافتیم و متاسفانه یه دونه ماینکرافت ما متاسفانه بازی از این کرده و این مودی که تانکیمون خرابه، ولی ما اشکال نداره، ما میریم همینجوری لازم میریم ماینکرافت دیگه میریم. الان میریم یه سرور دیگه میسازیم. تا سرور دیگه بسازیم در مورد ماینکرافت بود توضیحات میدیم. مثلا قراره چه کارایی بکنیم و اینا. ببینید بچه ها، ما در ماینکرافتمون هر چیزی بخواید و ما میتونیم واسهتون میداریم. مثلا بگو مثلا بگو آقا شاکریپر من میخوام واسم برو مثلا به